سرک وزیر رژیم اسد وائل الحلقی جه آژانسا تاس یا روسی را راگهاند کو رژیم اسد و حکومت روسی پلانکی داتینن تاکو دوان روژن بیده باجار حلب و گندوارن وی کنترل بکه و او یک دی پشتی گوچکدارین اپوزیسیون سوری لگوندوارین باکور حلب پیش وچون به دستخواه آنین لسر حساب چکدارین داعش و لگوندوارین باشور حلب جی پیش وچون به دستخواه آنین لسر حساب چکدارین رژیم اسد. هر دوی درباره ده آژانس تاسیا روسی راگهاند کو الحلقی سپاسیا حکومت روسی کریه جبر کو پشتوانی رژیم اسد کریه و دبیجه کو اوان با آلیکاریا پشتوانی روسی بهتر ج 500 گوندین سوری چکدارین اپوزیسیون سوری رزگار کرنه و دبیجه کو اپراسیونا کونها او لگل حکومت روسی پلان جیر داتینن و بسر بکوه و پاجره او برف دیر زوری وهرن. جالی خواه چافدارین سیاسی دبیجن کو دورین کو دبن کنترولا چکدارین داعش ده و به آسانی بکوه دست رژیم اسد ده جبر کو هماهنگی دنافبر رژیم اسد و داعش ده هیه و بوی یکی رژیم اسد و روبروبونا چکدارین اپوزیسیون سوری بکن به پشتوانی بالافر و هیزین روسی به تایبتی پشتی کو چکدارین اپوزیسیون سوری لگوندوارین حلب ده پیش وچونی دنه.